سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ به یه ویدیو یوتیوب دیگه خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه دیکشنری و تاپل ها رو توی پایتون بررسی بکنیم که بگیم کاربرداشون چیه، چجوری تعریف میشن و چجوری هم دیگه یادشون بگیریم. دیکشنری یک نوع دیتاییه توی پایتون که به صورت کی ولیو یا مقدار و کلید تعریف میشه. یعنی هر مقداری به یک کی یا کلید مرتبط هستش که این باعث میشه که ما سریعتر بتونیم کدمون رو سازماندهی و مرتبش بکنیم. حالا چجوری جستجو و مدیریتش کنیم؟ چجوری تعریف میشه؟ یه دونه متغیر تعریف بکنیم. با این نماد تعریف میشه که ما میایم بهش مقدار میدیم دیگه. میایم پایین میگیم که به طور مثال اینجا یه دونه اسم تعریف بکنیم. بیایم مثلا این علی که الان این شد کی، نیم شد کی و علی شد ولیو. یه دونه دیگه بیایم پایین سنش رو تعریف کنیم، یه دونه هم شهرش رو تعریف کنیم. الان ما اگر این چیزمون رو پرینت کنیم، دیکشنریمون رو پرینت کنیم، به این صورت میشه. ما باید دیکشنریمون رو پرینت کنیم ببینیم چه شکلی میشه. ارور داد. چرا ارور داد؟ سینتکس ارور. چرا ارور داد؟ آها، ما جداش نکردیم. چه ارور تمیزی. خب ارورمون یه دونه ویرگول بود. یادم رفت بگم که ما وقتی که کی ولیو و هر چند تا کی ولیو تعریف میکنیم باید از هم دیگه جداشون کنیم و این موضوع رو من فراموش کردم. بذار یه بار ترمینالمون مرتب بکنیم، بعد یه خروجی ازش بگیریم. این شکلی شد. اسم علی، سن 29 و شهرش هم که تهران. مبحث بعدی دسترسی به مقدارها. برای دسترسی به مقدار دیکشنری ما از کلیداش استفاده میکنیم یا کی. اینجا کی ما چیه؟ نیم، ایج، سیتیه. خب الان ما بیایم که ببینیم چه شکلی میشه به مقدارهای دیکشنری یا ولیوش دسترسی پیدا کرد. ما میگیم print person یه دونه چی بود؟ براکت بود. چی بود؟ از این هم تعریف کنیم براش میذاریم و اون کیمون رو داخل این براکت یا هر چی کرد. براکت فکر نکنم براکت باشه، یه همچین چیزی میذاریم. میگیم که تو این برای من اسم فقط چاپ. خب خروجی چه شکلی میشه؟ نیم علی. خب حالا اینو کامنتش کنیم، فقط این تکیه رو داشته باشیم. یه بار دیگه چاپش کنیم. میبینید فقط این علیه رو چاپ کرد، مقدار نیم رو چاپ کرد. و همینم میتونیم واسه بعدیش بگیم ایجم چاپش کنیم این شکلی دیگه. یه ترمین رو علی 29
اینم از دسترسی به مقدار. یا یه راه دیگه هم هستش، ما علاوه بر این دستور یه پرینت، مثلا این متغیر x هرچی هست، هرچی که ما به عنوان متغیر گذاشتیم، یا ما میتونیم از این دستور استفاده بکنیم، از پرینت استفاده کنیم، یا میتونیم از گت استفاده بکنیم. گت چجوریه؟ گت هم اینجوریه که اینا رو یه کامنتش کنید. الان اینجا دوباره این پرینت می‌نویسیم، دوباره متغیر، این دفعه یه دونه دات گت باز میکنیم ct. خب ران کنیم. تهران. دیدید این دوتا راه برای دسترسی به مقدارها بود. یعنی اول کی رو قرار میدادی، بعد ولیو رو تعریف، بعد ولیو رو دریافت میکردیم. برای اضافه کردن یه مقدار جدید به دیکشنریمون ما اون اسم دیکشنریمون رو نویسیم. خب اسم دیکشنریمون رو مینویسیم و داخل این علامت براکت، بازم میگم هنوز اسمشو نمیدونم، ما یه مقدار قرار میدیم جاب یا مثلا. الان اینو باید، این کیه در واقع، اینی که ما اینجا میذاریم نقش کی رو داره برای ما، نقش کلید رو داره. اینو مساوی قرارش بدیم با هر چیزی که میخوایم به عنوان بذاریم، به عنوان بذاریم چیه؟ به جاش بذاریم. پس یه دونه دابل کوتیشن دوباره میذاریم. خب الان یک مقدار جدید با دیکشنری ما اضافه شد. یه دور چاپش کنیم ببینیم داستانش چیه. اینجور نیم علی H29 سیتی هم که هست اینجاست، ماشین پادیداک حد شد. اگر بخوایم حذفش کنیم چی؟ برای حذف کردنش یه دستور داریم به اسم دل. ما بگیم که حالا دل پرسن، دوباره از این دفعه داخل این چی رو حذف کنیم؟ اسم رو حذف کنیم. اسم رو حذف کنیم، بیایم پایین سیتی هم حذف. میبینی فقط علیه اون اینجا، ایج رفت، سیتی رفت، کادیلاک هم که خودمون دستی پاک کردیم. اینجا فقط علیه اون. مبحث بعدی پیمایش توی دیکشنری. ما از دستور فور میتونیم استفاده کنیم که توی دیکشنریمون پیمایش کنیم. پیمایش یکم عجیب. میگیم که چی؟ یه فور می‌نویسی، یه کی و ولیو این داخل چی؟ داخل person dot items و دوتا پرانتز قرار میدیم. ببینید از دستور فور استفاده کردیم. کی ولیو توی ویدیو قبلی یا دوتا ویدیو قبلی ما فور رو قرار دادیم، یه دونه آی گذاشت، فرق نمیکنه. ما این دفعه کی ولیو رو گذاشتیم و داخل محتویات پرسن الان میخوایم پیمایش بکنیم. این پایین حالا میگیم که پرینت بدونه کی ولیو رو پایین. اینجا میگیم که برای من دو نقطه هم بذار
بینشون یه 2 نقطه بذار، بعد ولی بین اینا ما اگر چیزی نذاریم جفتشون با هم چاپ میشن که این به درد ما نمیخوره. یه دونه 2 نقطه میذاریم که خب این کی ولی رو یه بار دیگه پرینتش بگیریم. از این ترمینال رو هم خط از کنیم، بعد یه ران بگیریم ازش. ببینیم اول رفت سراغ نیم، بینش 2 نقطه قرار داد، علی رو چاپ کرد. سن 2 نقطه 29 و سیتی هم که تهران دیگه تموم شد. یه مبحث دیگه مونده، اونم مبحث تاپل ها. تاپل چجوری تعریف میشه؟ تاپل یه دونه بذارید این رو پاک کنیم. تاپل برخلاف لیست، ما لیست رو چجوری تعریف میکردیم یادتونه؟ A رو قرار میدادیم مساوی میذاشیم با یه همچین چیز، بعد داخلش مقدار قرار میدادیم. حالا تاپل چجوریه؟ تاپل درست شبیه لیسته اما تغییر ناپذیره، یعنی بعد از تعریف اون مقادیر اون رو نمیتونیم تغییر بدیم، ما دست نمیشه بشه. اگر ببین همه چیز به جز همین تغییر ناپذیر بودن شبیه لیسته، یعنی الان نگاه کن ما یه پرینت بگیریم ازش، یه چاپ بگیریم 2 4 5 6 6 7. ببینید حالا اگر من بخوام به عضوهای تاپل دسترسی پیدا کنم باید چیکار کنم؟ تاپل رو تعریف کنیم، قرارش بدیم مثلا خب چجوری میشه بهش دسترسی پیدا کرد؟ ببینید ما اول یه دونه برای اینکه بفهمیم، برای اینکه بهش دسترسی پیدا کنیم خروجی بگیریم ازش، از همون که عضوی که میخوایم پرینت رو مینویسیم، مثل همیشه پرانتز اسم اون رو چی گذاشتیم؟ خب ما با این مثل قبلی، دقیقا مثل ویدیو قبلی که مثل به لیست چجوری دسترسی پیدا میکردیم، این هم همون شکلیه. جایگاه 0 توش چیه؟ جایگاه 0 2، یه دونه دیگه هم جایگاه آخر رو، یعنی عدد 7 باید چاپ بشه، اون هم چاپ کنیم. خب چرا منفی 1 گذاشتم به نظرتون؟ حالا چاپش کنیم مثلا چی چاپ میشه اینجا؟ 2 7. میبینی؟ اولا که ما گفتیم جایگاه مقادیر توی تاپل و لیست از 0 شروع میشه شمرده شدن، یعنی الان 2 در جایگاه 0 قرار داره. ما اینجا وقتی که یه دونه منفی میذاریم یعنی برای من از سمت راست شروع میکنه شمردن، و اما با این تفاوت که دیگه از 0 شروع نمیشه، یعنی وقتی که من از سمت راست تاپلم شروع کنم شمردن دیگه از 0 شمردن نمیشه. به خاطر همین عدد 7 چاپ شد. پس الان اینجا منفی 2 بذارم، بدون منفی 2 بذارم 9 چاپ میشه برای من. نگاه کنید 2 9. پس چی شد؟ ما از منفی استفاده میکنیم تا از دستورات تا جایگاه رو از سمت راست شمارش کنیم و حالا هر کاری خواستیم باش بکنیم. اگر بخوایم لیست رو به تاپل تبدیل کنیم چی؟ اگر بخوایم لیست رو به تاپل تبدیل کنیم یه دستور ساده داره. اگر مای لیست من مساوی با لیست، بعد این رو قرارش بدیم توی
تاب. خب حالا لیست رو اگر پرینت کنیم خروجی ازش بگیریم، میبینید دیگه این علامت نشون تاپل نیستش بغلش. به خاطر همین ما الان دیگه بعد از که به لیست تبدیلش کردیم میتونیم مقادیرش رو تغییر بدیم. چجوری میشه تاپلش کردیم؟ شبیه همونه، یه دونه لیست تعریف میکنیم، میگیم که لیست دو مساوی لیست دو همین پایین میگیم که مای تاپل مساویه با تاپل چی داره گذاشتیم لیست دو، نه لیست دو. حالا یه پرینت هم از ببینیم چجوری میشه. سینتکس ارور. خب اینجا داشتیم اینجا این دوتا رو جفتش رو پرینت کنیم، یه ران بگیریم ازش. خب میبینید اول این لیسته بوده، بعد تبدیل شد به تاپل و پرینت شد. به پایان ویدیو رسیدیم. مثل همیشه میگم که اگر سوالی داشتید، جایی از ویدیو ابهامی داشتید یا مشکلی براتون پیش اومد، به ارور خاصی خوردید، چیزی خوردید، بگید داخل دی ام دیسکورد اسکرین شات از مشکلتون واسم بفرستید و توضیح بدید مشکلتون رو، واسهتون رفع میکنم و بهتون توضیح میدم. اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید. اگر از سبک ویدیوها از آموزش پایتون من خوشتون اومد چنلمو ساب کنید. و توی این ویدیو یاد گرفتیم که دیکشنری برای ذخیره داده ها به صورت کلید و مقدار یا کی ولیو بسیار برای ما ارزشمند و مفیدن و فهمیدیم که تاپل ها مثل لیست هستن با این تفاوت که سرعت بیشتری دارن و غیر قابل تغییرن. توی ویدیوی بعد راجب کار با فایل توی پایتون آشنا میشیم و کامل یادش میگیریم. دیگه وقتش که خداحافظی کنیم.